مهربان هر دین مولودا را براشان مبارک بگرداند و روز قیامت شفاعت پیامبر را در محشرگاه خداوند نصیب روزیشان بگردانه که بر محبت پیغمبر خدا امروز جمع مولودین کردند. خدای عزیز مهربان بردباری ها و عزت فیض برکت در خاندانشان زیاد بگرداند. برادران عزیز، یک چیز قابل یادآور است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوثیت 23 سال پیغمبریش را آورده در یک حدیث خود دقیق قرار داده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث به پیغمبری شدم تا که اخلاق ناسزا و ناگوار مردم درست کنم. یعنی دین از اول تا به آخرش هم اخلاق است. رهبر و پیشوای این دین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان شخصیتی بودند که خداوند در قرآن تعریفشان کرد انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر دارای اخلاق والا و بزرگ هستی. برادران عزیز، این عنوان را به دست آوردن چیزی آسان نیست. خیلی جانفدایی ها انسان میکنه که حضرت خدای عزیز مهربان اون بنده را به این زبان بگیم یا که به این مثلا عنوان یادآور شده حضرت خدای عزیز مهربان. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو موقعش درباره اخلاق والا و بزرگش تعریف میکنم. بعد از این حضرت ایشان مخصوم میدانم باقی مجلس را. برادران عزیز، هر یک کدام ما و شما فکر کنیم که ما و شما شخصیتی باشیم که از خانه‌مان به یک ظلم و ظالمی بیرون ممکنه. تمام ایذا و الم و رنج تکلیف را برای ما روا ببینند. تمام ملکیت و دارایی ما را از خود کنند. وقت ساعت برسه که ما و شما صاحب قدرت شیم، چی کار میکنیم؟ پیش از این که چی کار میکنیم از هر یک کدام ما و شما جواب بگیریم. همین را فکر کنیم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین ایذا و الم را دیدن، از وطنشان بی وطن شدن، مال و داراییشان تاراج شدن، دوستاش، همنشیناش، همصحبتاش ایذا و المشان رسانیدن. بعد همه مشکلات 10 سال بعد یا چیزی کمتر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فتح مکه وارد مکه شد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید که بسیار یک تکبرانه و فکچختانه و بسیار به یک اعزاز بلند داخل مکه می شد. هر کسی که از پیش می آمد باید او را تحقیر می کرد، ناسزاگویی می کرد. تو فلانی نبودی که من را چنین کردی، تو کسی نبودی که به من چنین ناجوان مردی را لایق دیدی. اما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین نبود. وقتی که وارد مکه شد، صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای اشتر نشسته بود، همچنان سرش فرو میانش کوز کرده، همیشه خم کرده، همیشه کج کرده، حتی که ریش حضرت در کوفت شتر میرسید. همین خیلی طواف کنان. ناگهان شتر حضرت در حالت طواف توقف کرد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سرش را بالا کرد، دید که بسیار همون کلانا و همون راهبرهای مشرکا و همون راهبرهای مکه در پیش شتر حضرت ایستاده اند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یگان ملامت بلکه به یک تواضع کامل به طرفشان نگاه کرد، گفت چی میخواهی؟ گفتند که ما را ببخش. برادران عزیز، همین جای تأمل است که بیستیم فکر کنیم که ما و شما چنین شخصیت های هستیم که به مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معامله کنیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف اونها خطاب کرد، ما تظنون، یعنی شما چی گمان میکنید که اینقدر ناجوان مردی را در مقابل من روا دیدید، من به شما چی ها کنم؟ شما چی فکر میکنید؟ از فرصت استفاده بودن، گفتن
گفتن که کریم هستی و بخشنده هستی و با سخا هستی و با اخلاق هستی و شخصیت بزرگ هستی، ما را میبخشی. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین سختگری 23 ساله‌ای که در مقابل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار ناجوانمردی ها شد، یک دافم نگفت که نه من شما را نمیبخشم یا کم از کم ملامتشان نکرد، بلکه چی گفت؟ اذهبوا انتم الطلقاء، بروید من همه شما را بخشیدم. برادران عزیز، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یقین داشت که این اخلاق پیغمبری که در وجود حضرت بود و این دینی بود که سر تا به پا همه مملو از محبت و الفت و دوستی و همبستگی بود، حتی که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نگفت که میبخشمتان به شرطی که مسلمان شد. یگان خطاب نکرد. چرا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خود باوری داشت که این اخلاقی که من دارم مجبور میشوند که اینا پیش من سرخم کنند. برادران عزیز، تاریخ اسلام شاهد است کلانترین دولت اسلامی در روی دنیا اندونزیا است. تقریبا 254 میلیون اهالی داره. 254 میلیون نه جنگ شد، نه شمشیرکشی شد، نه تیر و توپزنی شد، بلکه به اخلاق خوب مسلمان ها که تاجرهای مسلمان اخلاق پیامبری برای خودشان اختیار کردن، لحظه های شد که آنها هم سر فرود آوردن، از دین وثنیت و بتپرستیشان رو گردانیدن، به دین اسلام روی آوردن. برادران عزیز، انا همین اخلاق والای پیامبری است. دوم موقعی که در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، برادران عزیز، ضرور است که ما و شما اون را هم بدانیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان دعوت مکیش وارد مکه میشید، دید که یک زنی عجوز کمپیر، یک انسان عاجزه، یک انسان پیران سال وارد مکه میشود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف انسان نظر کرد، گفت ای مادر، اجازت است که همین بار سنگینی تو را من گرفته وارد مکه کنم. برادران عزیز، وقتی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از غار حرا گشته آمد، درخت میلرزید. حضرت خدیجه رضی الله عنها به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اون چیزی که به طرف تو هجوم کرد یا حمله کرد یا که پیش تو آمد که اون ملائکه بود، هیچ غمگین نشه، هیچ بدبخت و هیچ بدی ها بر بالای تو نمی آید. از جمله اخلاق هایی که بر بالای تو یگان بدبختی نمی آید، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدیجه مادرمان گفت که تو وزمینی های مردم را به کتفت میگیری. وقتی که چنین انسان باشه که ملت و مسلمان و مردم و کم انسانیت را وزمینیاش تو بر دوشت میگیری، خداوند هیچ وقت را بدبخت نمیکنه. ای محمد نترس. همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف همین عجوزه، همین زن خطاب کرد که بیا همین باری وزمینی تو را من گرفته وارد مکه کنم. پس این زن گفت من پول ندارم که در بدل خدمتت برای تو رفتیم. گفت به من پولم در کار نیست. گفت صادق راستی؟ گفت بله. گفت یگان هدف دزدی کردن مال من نداری؟ گفت نه، خدمت میخوام. بالاخره مال این کمپیر زن را گرفته به نزد خانه‌اش آورد. این کمپیر گفت نباشه، من پول مال ندارم، بیا در خانم بدرا که یک چای یک نان بتیم در بدل خدمتت. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت نه. گفت نباشه، یک نصیحتت میکنم، هیچی را که قبول نداره همین نصیحت من را قبول کن. گفت بگو. گفت میدانی در مکه یک جوان هست با نام محمد؟ گفت بله میدانم. گفت بسیار انسانی هست که مردم را از پسر از پدر، زن را از شوهر و پدر را از مادر جدا میکنه. نصیحت من برای تو همه که هر کجای همون را دیدی قطیش نشین. قطیش گپ نزن. هم صحبت نشه قطیش. بسیار خوب. نگاه کن برادر عزیز، من خودت ممکن که این لحظه ای که قدر خدمت ها کردیم برای زن، وقتی که این سخن در مقابل ما یا که پروپاگاندایی که در مقابل من تو میبره، من از تو نفرت کرده 100 توف و لعنت دروش میکنیم میریم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مشه خنده کرده، حرکت کرد. زن همسایه این حوار و این محور این گپ را میشنیدن. گفت ای مادر،
با که صحبت کردی؟ گفت همین جوان بسیار انسان خوب است. از همون بیرون مکه مال وزمینی مرا بر کتفش گرفت وارد مکه کرد، پول نخواست و گفتم بیا طعام چیزی بخور، نگفت. یک نصیحتش کردم. گفت چی نصیحتش کردی؟ گفت نصیحت کردم که جوان به نام محمد است، از قفای اون نره. این زن یک مشه خنده کرد، گفت همون محمد است. گفت نه. گفت فریادش کرد بالاخره آمد گفت همون محمدی که من مردم را از تو میترسانم، تو همون محمد هستی؟ گفت بله همون هستم. گفت قسم به خدا چه دعوای داری راسته؟ انسانی که وزمینی و مشکلات مردم به دوشش بگیره، انسانهای محتاج حاجتشان روا کنه، بیمارهاشان خبر بگیره، کمبغلاشان دستگیری کنه، انسانهایی که اونها به یک مثلا سخنهای خوب و به یک گفته‌های خوب احتیاج دارن، با اونها هم جایگی و هم صحبت بشوه. او انسان نیست که خدا او را دروغگو بگردانه. همین بود که عبدالله ابن سلام از طرف یهودی ها و مدینه می شدن، آمد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم را دید. گفت قسم به خدای موسی میخورم که این روی دروغگوها نیست و این 4 کلمه را که گشنه را طعام بتی، به مردم سلام علیکم کن و شب نماز بخوان و دیگر که خشتواری تا بچسبان، این از زبان دروغگوها نیست. قسم به خدا که این پیغمبر آخر زمان صادق هم است. وقتی که گشت رفت، اهو گفتن، حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه گشت گفت هو همون است. برادران عزیز، همین اخلاق بالای پیامبر را ببین. همین بود که این زن عجوزه به طرف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نگریست و گفت بگو چی من بگم که من مسلمان بشم؟ گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و این سخن را این کمپیر تلفظ کرد و مسلمان شد. برادران عزیز، ما چندین دعوت ها داریم. یک دعوت به زبان داریم، یک دعوت به سر لباس داریم، یک دعوت به اخلاق داریم. از هم زیاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کدام را صاحب درجه و منزلت کرده است؟ همون انسانی که اخلاق خوب داره. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن ای رسول خدا، روز قیامت نزدیکتر شخص از روی منزلت، از روی درجه، از روی بزرگی به تو کیست؟ گفت کسی که اخلاق خوب داره. برادری عزیز، اگر صحابگان میگفت لایق بدن، اگر ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم میگفتن طوری بود، درست بود، لیکن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک معنی عمومی در بین امتش پرتاب که تا روز قیامت هیچ که ناامید نمیشود. فکر نمیکنه که خلاص این جانب اخلاق انصاف ابوبکر و عمر و عثمان و سعد و سعید و ابو عبیده و طلحه و دیگر صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صاحب شدند، رفتند، من ماندم، این را نمیگوید. بلکه هر کسی صاحب اخلاق باشه، اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خودش تاج سر کنه، هر جایی که بروه پیش خدا، پیش پیامبر، روز قیامت نزد شفاعت پیغمبر همه چیز را صاحب میشه ان شاء الله تعالی. در اینجا صحبت من به خاتمه میرسانم. بازم در آخر این مولود برای همه خاندان، برای همه اهل حضور و این چنین اکی رئیس روز مولود چه مبارک میگیم. خدای عزیز مهربان عمری دراز با طاعت و با عبادت براش نصیب روزی کنه. فرزنداش، اهل بیت خاندانش، همچنین یک خدمتگار در زیر فرمانش خدای عزیز مهربان قرارشون بتیه. هر چی که امرشان میکند مطیع فرمان بردار باشن، بالاخره خانه را خانه آباد بگردانه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سلامت